مطبوعات باشقردستان درباره در بازداشتگاه شهری اوفا در گذشتن رئیس جمعیت تاجیکان عبدالرحمن رحیموف خبر داده است. خبری درگذشت رحیموف را که سال 2023 با اتهام تمجویی از کارمندان بازار بازداشت شده ماه گذشته به 13 سال حبس محکوم شده بود، روز 27 ایول نشر کردند. مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و تلفن‌های کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا را هم روز سه‌شنبه کسی نمی برداشت. عین زمان به نوشته نشریه چسنی رپورتاژ، عبدالرحمن رحیموف 67 ساله بعد قبول دوش در بازداشتگاه خود را بد حس کرد و با وجود کمک اضطراری طبی جان داد. منبع‌های این نشریه گفتند که در بدن رحیموف نشانه‌های مرگ مجبوری مشاهده نمی شود. سبب مرگ او را طبیعی ثبت کرده به نوشته نشریه قرار است او را در تاجیکستان دفن کنند. پروفیرو سامانه دیگری که خبرهای باشقردستان را نشر می‌کند نوشته است رحیموف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده، از سال 1993 در شهر اوفا زندگی می‌کرد. در باشقردستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام اسماعیل سامانی و سازمان پیوند یک را رهبری میکرد و با وجود اتهام قانونشکنی در میان صاحبکاران و جمعیت تاجیکان از احترام و اعتبار برخوردار بود. این نشریه می نویسد که رحیموف در بازار محلی زاتانسکی صاحب شرکت‌های تجارتی بود و برای تاجران محلی پول قرض میداد. تصدیق درستی این اتهام و یا امکان سنجیدن این پرونده از راه‌های مستقل وجود ندارد و معلوم نیست تا کجا رحیموف اتهام دادگاه را قبول کرده است یا نه. مرگ مرموز رحیموف در بازداشتگاه باشقردستان در حالی است که یک ماه پیش در پی ریدهای پلیس یکترینبورگ دو صاحبکار بازار محلی و عضو جامعه آذری تبارها بعد بازداشت پرخشونت پلیس جان دادند. حکومت پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف که این حادثه ها را محکوم و با حکومت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وارد اختلافات سیاسی شد، از روی ماده کشتار پرونده باز کرد.